جنید بغدادی رحمت الله علیه یک روز در بشار بغداد رفت. ما یک مرتبه سنت بوده که بزرگان باید در شار برود. حالا خود زندگی ما در شار است. یک روز در شار رفت و یک تعداد موسفیدان و بیچاره ها عذر کردن، گفتن که شیخ صاحب ما چی کنیم، این غار نشینی تو را، این گوشه نشینی تو را که خود را نجات بده و بس. رفت در شار، گفت کجاست خانه شان؟ یک جای را نشان داد، گفت ای رجا وقتی که شراب را زد مست بشه و بعد از اون قمار است و چی است و چی است و چی است. راهنمایی کرد رواش. یک تعداد پیته و نشینان به اصطلاح ما و شما کسایی که از واقع خبر نداشت، الا شیخ شرابش، شیخ شرابش. چرا شرابش نگفت؟ ببینی که در شرابخانه هم روان است. بی تحقیق همه چیز رو بدعت میگه. تو یک تحقیق بکن که شیخ در کجا میره. او قصد اصلاح را داشت، من برم برشان وعظ بکنم. وقتی که رفت شرابی ها همه اول در لرزه بود که خدای خیری شیخ حالی شراب ما را در خاک نزنه. اما به احترام استاد شد شیخ وقتی که زمان داخل شد چی میکنه شما؟ هر کدام بوتلا رو نشان داد، گفته گفت که شیخ صاحب چی میشه؟ گفت شما هم از این نشه ما یک خبر شد، آن که ناسی نیست و از ناس نیست و از بندگانی ما چی خاص نیست. هر کدام در حزب خود دعوت میده، نسواری رو دعوت میده. شرابی ها هر کدام بوتل آوردن به تعظیم شیخ صاحب یک کمک. هر کدام میگفت خدایا اگر این شرابی کردی دیگه هیچ کسی احد من الناس پیش روی ما را گرفته نمیتونه. بعد از او علنی شرابی میسازیم مردم. شیخ صاحب گفت حکیم باد، دوستان خداوند همه حکیم هستند. دعوت الله را که اونها کردن نبی علیه السلام به چی حکمت دین رسانیدن. گفت که من امین خواست شما را قبول میکنم، از بوتل شما می نوشم لیکن شما از شراب من بنوشید. گفت الا تو هم شراب داره دیگه، ما خبر میگویم. گفت بله شراب من است که یک کوزه آب را بگیریم یک وضو بکنیم. اینا گفتن که کار آسان است، اگر سر بگه سر میتیم، خب به شرطی که شیخ شرابی شود. رفتن سیب کوزه های آب را گرفتن، روی تعلیم کرد یعنی تو دستانه بشینی، تو رویتانه بشینی، تو استنجا بکنی. وضو تکمیل شد. وضو که تکمیل شد و آورد اینا رو در خانه. گفت امیجا در صف استاد چه بینال حضور کردین، یک دو رکعت نمازم برای خدا میخوانم. ببین حکمت دعوت. اگر از دروازه شرابی لعین و خبیث و فلان فلان گفت شاب داخل میشد، ببینه که یک طرف کلاه پریده بود، یک طرف دستار پریده، یک طرف جامه پرخون شده. مولوی امروز می دعایتان بود کجا بود جنگ کرده بود قتل چیزا. قتل ساز سرود خواهد. یا در تالیگا قشنگ بود. آویزو تالیگا بود. خود چند روز پیشتر ختم ارتباط بود، من چندش یاد میدادمش. اینمی کسی که میال ثبت کرده 30 ساله ورق شافی بود. اینو خب ما به زور نیاوردیم. مال ببینید چقدر خدمت به اسلام میکنه. این از این کسی تا از این سیدای شورا در لندن رفته میشه. و ما به زور نکردیم. خودش مسلمان است الحمدلله، میدانه که چه قسم طریقی دعوت. ببینید جنجالش. اللهم اغفره غیبتش. شیخ صاحب سر نماز استاد کرد. وقتی که چل نماز برشان نشان داد، خودش در گوشه استاد شد، دستا را بالا کرد. پروردگارا گفت آنچه بر من بود کردمش، از شراب سوی نماز آوردمش، از کفاف قلبشان کار تو را قلبهم قلبت فی المصطفى. گفت اینمی قدر وظیفه ما بود، من پروردگار انجام دادم. گردانیدن قلبشان که کار توست دیگه، به طفیل مصطفی قلبشان رو بگردانی از شراب. دعا سب از دهن جنید بغدادی سب برای او به هدف اصابت کرد. الله جل مجده از اون شرابی ها ابدال جور میکنه، همه اولیامش. از نماز فارغ شدن هر کدام به مبالات میده و بوتل شراب را در زمین میزنه. بعض گفت کار شد. اگر به خاطر اصلاح یک کسی مثال در یک جای برابرش اجازه است که اصلاح بکنه،